امیل فیشر یکی از بزرگترین خیمیکان عصر 19 و آغاز عصر 20 به حساب می رود. او سال 1852 9 اکتبر در آلمان در شهر ایمریخ به دنیا آمد. پدرش یک تاجر بود و امید داشت که پسرش به تجارت مشغول می شود، اما امیل از خردی به علم میل داشت، خاصه به شیمی. سالهای جوانی او با آموزش در دانشگاه‌های بان، استراسبورگ و میونخن گذشت، زیر راهبری آگوست ککوله و دیگر استادان شناخته. فیشر به تحقیق پیوستگی‌های ارگانیکی مشغول بود. امیل فیشر اولین به تحقیق ماده‌های طبیعی خاصه پیوستگی‌های امینوکسلات‌ها و کربوهیدرات‌ها رو آورد. او در این ساحه اساسگذار کیمیای بیولوژی گردید. وی ساختار گلوکوز و دیگر شکرها را معین کرد و نشان داد که چگونه آنها در طبیعت با هم فرق می‌کنند. فیشر اینچنین بار اولین امینوکسلات‌ها را سینتز نمود و نشان داد که پپتیدها پیوستگی‌های سفیده‌ای اساسی از یکچند امینوکسلات‌ها عبارتند. وی مدل کلید و قلف را برای فهمیدن کار فرمنت‌ها پیشنهاد نمود که تا امروز هم استفاده می شوند. با گفته او فرمنت‌ها مثل قلف تنها با کلید موافق، یعنی یک سبسترات، فعالیت می کنند. برای کارهای بزرگش امیل فیشر سال 1902 سزاوار جایزه نوبل در ساحه کیمیا گردید. اولین نفری که برای تحقیق بیوکیمیا چنین جایزه گرفت امیل فیشر بود. وی استاد دانشگاه‌ها در برلین و ویورسبورگ بود و شاگردان زیادی تربیت کرد که بعداً خود عالمانی معروف شدند. متاسفانه حیات شخصی فیشر پر از درد بود. پس از جنگ یکم جهان دو پسر او در جنگ هلاک شدند. پس از این روحاً شکسته شد و سال 1919 15 ایول در سن 66 سالگی در برلین از عالم چشم پوشید. با وجود حیات پرتلاطم، امیل فیشر پایه‌گذار بیوکیمیای معاصر و یکی از محققان مهم کیمیای ارگانیکی باقی ماند. تعلیمات و کشفیات او تا امروز در طب، بیولوژی و کیمیا استفاده می شود. پس از گرفتن جایزه نوبل، امیل فیشر فعالیت علمی خود را با شدت ادامه داد. او یک شخصی کاردوست، دقیق و خیلی سختگیر بود، هم در آزمایشگاه و هم در زندگی. با وجود شهرت جهانی، زندگی شخصی او پر از اندوه بود. وی پس از دست دادن همسرش تمام عمر دیگر ازدواج نکرد و خود را به علم بخشید. پس از مرگ دو پسرش در جنگ یکم جهانی دل او کاملا شکسته بود، ولی حتی در این حالت هم او کار علمی را ترک نکرد. او باور داشت که علم راه نجات انسانیت و فهمش طبیعت است. فیشر در آخر عمر با آموزش نوکلئین ها و سفیده ها مشغول شد، موضوعهایی که بعدتر به اساس بیولوژی مولکولوی تبدیل یافتند. وی برای تحقیق قندها تقسیم بندی نو پیشنهاد کرد.
با اصول ساختار شکرها را در شکل سینتتیکی نشان داد. مدل های ساختاری که او برای شکرها و امینوکسلاتها پیشنهاد کرده بود تا امروز در کتاب های درسی جهان استفاده می شود. فیشر باور داشت که بیوخیمیا کلید فهمیدن حیات است. با وجود عذاب‌های شخصی و فشارهای پس از جنگ، فیشر تا نفس‌های آخر در آزمایشگاه بود. گرچند که او در سال 1919 وفات کرد و نام او تا حال در تاریخ کیمیا همچون استاد، اساسگزار بیوکیمیا و شخصی فداکار باقی ماند.